سلام به تمامی دوستان عزیز. این ویدیو سومین قسمت از ویدیوهای نبرد دایناسور هاست که توی این سری ویدیو همینطور که احتمالاً میدونین ما 2 دایناسور رندوم رو میاریم و میگیم که چی میشد اگه این 2 دایناسور با هم دیگه درگیر میشدن. حالا دایناسورهای این ویدیو که قراره با هم دیگه درگیریشون رو بررسی کنیم چه دایناسورهایی هستن؟ سراتوسوروس و کارنوتاروس. پس در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. خب معرفی گونه ها رو با سراتوسوروس شروع میکنیم. سراتوسوروس یه تروپاد بین 5 تا 7 متری بوده، مربوط به دوران ژوراستیک، که چیزی در این تروپاد که آدم رو در نگاه اول جذب میکنه اون شاخ بالای پوزه این موجود بوده که اون شاخ در واقع تیکه استخوانی بزرگ از روی پوزش بوده که در واقع به این شکل شاخ مانند در اومده بوده. البته طبق برآوردها اونا این شاخ رو برای سرشاخ شدن با هم دیگه زیاد استفاده نمی‌کردن. بیشتر استفاده‌ای که از این شاخ می‌کردن واسه شکار کردن طعمه‌های غول‌پیکر بوده، به طوری که با اون شاخشون میرفتن به زیر یا اطراف اون طعمه و اون شاخ رو فرو می‌کردن تو بدن اون طعمه و اینجوری بهش آسیب می‌زدن که این کار این شاخ یه جورایی با همکاری دندون‌ها و پنجه‌هاش کامل می‌شده. دندون‌ها و پنجه‌های این موجود همه خمیده و چاقوطور بودن و این دندون‌ها و پنجه‌ها از شکلشون پیداست که برای پاره پاره کردن گوشت شکار تکامل پیدا کرده بودن. یعنی این موجود مثل تیرانوسورها نبوده که گازهای قوی داشته باشه، بلکه این موجود با پاره پاره کردن شکارش اون رو به زانو در می آورده. یه ویژگی جالب دیگه این موجود هم اینه که اینها موجودات اجتماعی بودن، چون که غالباً فسیل‌های اینا نه تنها کنار تعداد دیگه از گونه خودشون پیدا شده، بلکه حتی کنار آلوساروس ها و توروساروس ها هم فسیل های اینا پیدا شده و این نشون میده که این موجودات کنار دایناسورهای گوشتخوار دیگه زندگی میکردن و یه جور اجتماع رو اونا با هم دیگه تشکیل داده بودن. خب حالا که سراتوساروس رو شناختیم میریم سراغ معرفی کارنوتاروس. کارنوتاروس یه دایناسور تروپاده که طولش بین 7.5 تا 8 متر بوده و عامل معروفیت این موجود 2 شاخ بالای چشماش بوده و همچنین با توجه به این 2 شاخ این موجود میبایستی که گردنش ماهیچه‌های خیلی قدرتمندی میداشته تا که بتونه از این شاخ‌ها توی نبردها و درگیری‌ها استفاده بکنه و باش رقیب‌ها رو بزنه کنار، چه رقیب‌ها از گونه خودش باشن چه گونه متفاوتی باشه. برخلاف اون چیزی که از ظاهر کارنوتاروس و دستای کوچولوش تصور میشه، اون یک تیرانوسور نبوده. در واقع کارنوتاروس یه آبلیسورید بوده، یه چیزی مثل مجانگاساروس. و اینکه با وجود آبلیسورید بودن، کارنوتاروس در واقع عادات غذایی مشخصی نداشته و یه سری میگن که اون از طعمه‌های بزرگتر تغذیه میکرده و یه سری دیگه میگن کارنوتاروس چیزای کوچیکو شکار میکرده. در واقع زیاد مشخص نیست که کارنوتاروس چه جور موجوداتی رو شکار میکرده، ولی خب چیزی که مشخصه اینه که کارنوتاروس ها عین گاوهای نر با هم دیگه سرشاخ میشدن، چون یک جمجمه 4 گوشتور داشته که میتونسته ازش برای سرشاخ شدن با گونه‌های مشابه خودش استفاده بکنه و گفته میشه که اینا توی فصل جفتگیری اگه 2 نر رقیب با هم دیگه روبرو میشدن با هم دیگه به احتمال قوی سرشاخ میشدن و جمجمه های مقاوم و ماهیچه های گردن قوی و این 2 شاخ و زاویه‌شون این چیزها رو به ما ثابت میکنه. البته اگه یک رقیب گوشتخوار دیگه ای سر راه باشه اون قطعا باش سرشاخ نمیشده، از قدرت آرباراش استفاده میکرده، چون آبلیستوریدها آرباره های قوی دارن که میتونن خیلی مسلط طعمه‌های در حال دست و پا و تقلا رو تو دهناشون نگه دارن. خب حالا که این 2 موجود رو شناختیم میریم سراغ بررسی فعل و انفعالات نبرد که اگه این 2 با هم دیگه بجنگن چه اتفاقاتی قرار بوده بیفته. اول از همه چون که جفتشون یه سری موجود شاخدار بودن
احتمال سرشاخ شدنشون با همدیگه بسیار زیاد بوده، یعنی اینکه به احتمال قوی این دوتا با هم یه سرشاخ می شدن. ولی خب شاخهای کارنوتاروس 2 تا در اطراف جمجمه و بالای چشماشه، ولی مال استراتوسوروس روی پوزش قرار گرفته و با توجه به این قرارگیری ها یه جورایی میشه گفت که استراتوسوروس توی این شاخ به شاخ شدن برتری نسبی داره. ولی خب این رو هم نمیشه نادیده گرفت که کارنوتاروس بزرگتر از استراتوسوروسه یه مقدار و همچنین عضلات قدرتمندتری هم نسبت به اون داره و جفتشون یه جور نقطه قوتی بر علیه اون یکی دارن. پس این شاخ به شاخ شدنه تا یه جای ادامه پیدا میکنه تا اینکه اونی که نیرومندتره اون یکی رو هل بده به سمت عقب و به احتمال قوی اونی که هل میده به سمت عقب کارنوتاروس باشه، چون که هم بزرگتر از استراتوسوروسه هم عضلات قدرتمندتری نسبت به اون داشته. و خب از اینجا که استراتوسوروس دندونها و پنجه‌هاش مال پاره پاره کردن گوشت بوده، قطعا از اونها استفاده میکنه و حمله میکنه به کارنوتاروس و تلاش میکنه اونو حسابی زخمی بکنه. و خب کارنوتاروس هم از این قضیه آبلیسورید بودن و فک‌های قویش استفاده میکنه و استراتوسوروس رو گاز میگیره و تو دهن خودش نگه میداره. از اینجا که تخصص آبلیسوریدها این یه قلم بوده، اونا میتونستن هر طعمه‌ای رو توی دهناشون در حال تقلا و دست و پا زدن نگه دارن و کارنوتاروس هم میتونسته انقدر استراتوسوروس رو توی دهنش نگه داره تا اینکه اون تسلیم بشه و یا میمرده یا عقب نشینی میکرده. یعنی اینکه به نظر من توی این جنگ برتری رو کارنوتاروس داشته. شما در این مورد چه فکری میکنید؟ نظراتتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارین و خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین.